ولی شما تا حالا عاشق شدین؟ یه بار دیگه این چند بار این سوال از من شد توسط مهمان و منم واقعا پاسخ دادم، گفتم 18 بار. 18 بار؟ آره من آقای چون دقیق میدونم کی کجا چی چجوری و به تعداد میدونم و دقیق میدونم. آقای مدیری ولی فرصت نشد دیگه توضیح بدم بیشتر که چرا. یکیش چی؟ گفتنش میگم من که هستم که من حالا هستم. متولد 13 اسفندم، 13می رو بگید. چون من این ماجرا رو تعریف کردم که فوتبال دستی بازی میکردم. فوتبال دستی بازی میکردیم تو محل. دورانی که شلوار پرپیل میپوشیدیم. آره دقیقاً. که یه خانم یه دختری از در یه خونه اومد بیرون. من همچون که بازی میکردم اصلا نابود شدم. خب من فکر میکردم که برای من همه اینجوری میشدم. نه پس شما هم برای یه دختری خوشبخت. بعد اینو حالا تعریفم کردم، خیلی پخشم شد. به همین که فوتبال دستی باش بازی میکردم اینو نگاه کردم، این رفت. بعد گفتم این کی بود؟ یه جوری خوابون زیر گوشم، یعنی مردم با اینجاشون میزنن، این از اینجا زد که تمام مهرهام جابجا شد. گفت خواهرم بود. پس آره من از اون موقع یاد گرفتم که نپرسم.